سلام و درود دوستان عزیز ما، خصوصا مردم کشاورز، مردم دهقان‌های اصیل مسجد و اینچون جمهوری ما که بیننده‌های ما هستید در هر گوشه و کنار این دولت عزیز ما تاجیکستان. من در سر پولزی بابای عبدالغفار این سال ما تشریف آوردیم چون خواستیم بعضی از تجربه ها برای دهقان ها بیان کنیم یا بعضی یک دو سه سوال آمدگی است، همون به همون سوال ها بابای دهقان جواب گویند. من چخیلی که دیدیسه در زمین تقریبا 1.5 گکتر باشد اگر خطا نکنم. بابای عبدالغفار تخم خربزه چمپیون کوریدگی هستند. من برای خاطر اینکه برای شما از همین تجربه برای شخصیتایی که نو دهقان هستند تجربهشون نشان دادم و یک تقریبا 10 متر دیگه ماندگی است از همین زمینی کشتگیشان جای ناکشتهش همونجا را برای شما طرز شنانیدن همین تخمی خربوزه و چگونه بریدن همین کلیانکه بالای خربوزه یا تربوز ها برای شما نشان میدهیم تا اینکه شما نیز کسانی که نو دهقان هستید و اینچون دهقان های اصیل هستید که من باور دارم که در تاجیکستان از ما خیلی از دهقان ها پر تجربه زیاد است. شاید اگر یگان خطاگی البته برای اصلاح همین دهقان بابا یگان کامنتاری خوب می نویسید یا اینکه تجربه هاتون می نویسید، خدا خواهد تا اینکه دیگرها از همین تجربه های شما بهره ور شوند. اون صحو و خطاگی هایی که شما در دهقانیاتون میکنید اینکه دیگرها همین خطاگی را نکند، از اون تجربهاتون می نویسید در کامنتاری ها. خدا خواهد ما اینجا مردمی که ما را میبینند دهقان ها یا اینکه هر کس که نباشد میبیند از اون تجربه های شما و این دهقان اصیل می آموزند تا اینکه یک حاصل خوب به دست بیارند. خدا کسب کار تمام دهقان های تاجیکستان از ما برکت یافت. السلام علیکم بابای دهقان، کسب کار شما خداوند برکات عطا کند که این سال ما خواستیم برای مردم نو دهقان یا اینکه دهقان هایی که تجربه هاشون کم هست یا اینکه تجربه چگونه در زیر سلفند شناندن تربوز یا خربوزه نمیدونند در همین تقریبا 10 متر برای شما نشون میدیم تا اینکه چگونه طرز کوریدن این تربوز یا اینکه خربوزه و یا چگونه همین سلفند در بالای همین جوی محکم کردن این چیزا برای شما میگویم. بابای دهقان سلام علیکم. السلام علیکم بابای محمد جان، شما چخیر؟ حضرت اینجا کسب کاراتون خداوند برکات. میبینم که در دست این سال پاکت تربوزی اعلی صفت گیگان یعنی که در فرم اکاسید برند هست دارد. این چی معنی دارد؟ این معنی السلام علیکم تمام مخلصان بابای محمد جان، کانال بابای محمد جان. این بسیار چیزگم همون آدمی که ما رو بسیار وای کرده بود چیگم دستگیری کرده بود. ما وای گفته بود که هر برآمده خود همین اکاسید برند گیگان که این خروس تربوزا است همین رکلام کنید گفته بود. ما با تربوزی خوب است، بسیار تربوزی خوب است. این یک چیگم یک دو سه برادر ما سوال داده بودم برای ما میخوایم اول یک کمی همون سوال برادر ما جواب دهیم بعد چیگویم بعد دوام کار ببینیم. برادر ما بسیار این تربوزه را چیگم نزدیک بود همین تخم گیگانت گفته بود. گیگان تربوزی الوصفه نیست، شیرین نیست، پوستش تنک است. انا وقتش آمده رسید ما گیگانت уже کاری سادیم بوم میکاریم خدا خواهد. انا بعد برادر ما میبینه تربوزی ما چه خیلی. دویم سوال برادر زمین ما یکون خیلی فریزر استفاده بردگی نیست است. زمین فقط چیزگم مهنت شدگی 500 کیلو امفاس ریختگی زمین 500 کیلو
500 کیلو امافوس ریختگی ما نویبر خودتون شاهدمون بودین. ما شدگار کرده بودیم 4 نویبر بود. یگان خیلی فریزر استفاده بردگی نیست است. فقط در زمین ما دو نمود همین دوره خیمیکتی نمیرسد. این خیمیکاتو چیگم فسفر و کالی این در جمهوری تاجیکستان دایگون جون نیست. همین چی فقط امافوس است، نیتر امافوس لیتر و کربامید. ما خواهش میکنیم همین چیزگم وزیر صاحب کارهای دهقانی جمهوری تاجیکستان از دیگه جمهوری‌ها چگونه همین کارو تشکیل کنند در آینده ما همین چیزی گیریم استفاده بریم زمین با. اگه ما نشون میدیم شما با چگونه طرز کاریدنی چی خربزه پتلونکا ما اول زمین چگونه تیار میکنیم با تراکتور چیزیل میکنیم. بعد چیزیل کردن با خطای 90 زمین خط میکشیم. بعد خط کردن خط میکنیم. ما زمین بعد سونی چگونه با همین گرابیل ما کلوخ مثال تمام همین زمینه مثال چپ زمینه های ما همین زمینه خیلی گرابیل میکنیم چون که تو خاک سیده شده کلیونکا وقتی شمال میشد بالا پایین میزنه اما کلیونکا نداره. حالا فایدهش در آن بود است که همین زمین همیشه خاک یخیله میکنه تا اینکه همون سلفا در حالتهای شمال شدن که زده ندارد و خیلی برای نداریدنی همین سلفان یا که کلیونکا میگوین همون با گریدر دستی گویم گریدر میکنن فریزر استفاده بردگی نمیم وابشه ایگون مایده. بعد چیگوم یک سوال دیگه ما هر سال در همین زمین برویم سال بایم احمد 500 کیلو لیتر امافوس امروز برادری ما زنگ زده گفت که همین نیتر امافوس چی فایده شای گفت نیتر امافوس چگونه فایدهش همین است که امافوس و نیتر امافوس این بسیار فرقیت کلان داره. امافوس این برای چگونه خاک کاوا کردن است. این اصلا این یگان خیلی دزیروف که وای نمیتید قوت. امافوس برای همین است. این فقط ترمو استفاده می. نیتر امافوس میدونید در کدام وقت استفاده میبرید؟ در وقتی خربز یا تربز آب میتید وای چگونه وای همون اثر جوبار میریزید وای تا پایین جوبار میرود. روی مثال وای همون زمینی که قوت ندارد همون خربز یا تربز قوت میتید وای چگونه وای حاضر افزایش میگیره افزایش میکنه افزایشش خوب میشه. نیتر امافوس برای همین است. وای نگفتم برای عدن جوبار چاشه و چیزی رو کنه کار وای ریشه سوزاندنش ممکنه. فهمیدید؟ همین نیتر امافوس اگر بسیار استفاده بسیار چوشید امیارش زیاد چوشید اگر نیتر امافوس وقتی که خربزی یا تربوز از زمین میبرد وای چگونه حاضر وقتی که وای میبرد تو 15-20 روز وای خوب وای میشه چگونه خوب افزایش میکنده نه که بعد که و همه ریشه به یک مایده رسید ریشهش یک مایده امافوس برسید یا نیتر امافوس وای قاق میکنه همه زراعت بعد آدم چگونه بعد میفهمد که حقانی ضررش بوده. باز ما نشون میدیم طرز شناندنی بله همین چیزا نشون دید تا اینکه مردم جوی ما راست کردگی نیا کنه شما همین جوی مانی کلان میگیریم روی این سال با صورت تیز کار میکنیم فقط نکیم خیلی نشون میدیم هم خیلی بوکت راست میکنیم یک بین بوکت ها چند سانتی متری است؟ شما ببینید وقتی که ما کلم میزنیم خاک میچوشد نمیچوشد ما شما بعد دادیم که هوا خاک تثبت ما با میکاریم. هم خیلی گفته بودیم شما باید دیگه چی گفتیم یا کنید باید خاک هم خیلی چوشه ثانی این آب یک کابل صبح 1 2 3 4 بوکت دار 1 2 3 شما اول پیش از دانه ریختن آب میپوشیدن؟ اول آب میریزیم آب تکشین شود. وقتی که آب تکشین شد ما دانه رو میپرتیم.
شما هر سال همین خیلی با آب میکارید یا اینکه همین سال همین تجربه کردی ساده؟ ما باور میکنیم ما هر سال همین خیلی عذاب داریم هر سال، چون که این بسیار فایده کلان دارد ده این چیز. آب ما رسید دیگه، آب ما در ترکیبش یگان خیلی یگان چیز نیست، همین آب عادی. آب عادی، چون که اما فاس ما ریختگی مای نایبه آب عادی نه اکرنگ گرفتگی آب. بعد از تکشین شدن آب تخم میریزیدن چند دانگی میریزید؟ تخمی چمپیون سال گذشتگی خربوزه گیبرید کرده شده. ما نگاه کنیم ما تخم چخل میپرتیم 4 دانه و 5 دانه میغلطه دست من میقپیم. هم که وقتی تخم پرتافتیم هم که هم خاک تسبون یکم میگیریم هم که میپرتیم هم که میزنیم کم تا. برای این چیز حفصله کردن خوب دست هم خیلی بریم سال چقدر خوب کنه یک مشت خوب کنه تپ تپ میکنیم. چی با تپ تپ؟ این تپ تپ بریم سال چی گویم این تپ تپ تیز میقپد این دانه زمین با. چی با دانه بسیار اختصاده؟ 4 دانه نه هم تا 4 تا نه حساب کنی 4 تا یا 5 تا میگو دست برم تپ تپ. مش خوک نتیگم نه پرته تمام پشت دسته تو پشت دستم پرته کنم نکنه هم خیلی آب تکشین شدیگه هم خوک میگیره من پرته پشت دست دنگ هم به طرز شینانیدن تخم خربوزه یا اینکه تربوز در داخلی خوک گذاشتن و اینچنین برای شما نشان میدیم طرز سلفنه در همین سلفن در بالای خربوز محکم کردن. بعد از گریدر کردن همه خیلی میکنن آدم این کلان که محکم شود دیگه کار باید همش با صفت باشد دیگه کاری وای نه این کاری وقت میگرفتگی کار صفتش بلند. دهخانی هم آسان نیست اما خاطر بابای دهخان که دهخان اصیل هستن میخوان همه زمین خودشون با دست خودشون شینونن که تقریبا چند روز در زمین کار کرده خودتون؟ 12 روز میشه تقریبا 12-13 روز میشه که خودشون همین یعنی که به قدر مهنتای خودشون رسیده هر یک تخم خودشون گذاشتن که تو اینکه یگان مشکلی ایجاد نشد در رفتی شنوندن همین خربوز و یعنی که تربوزی گیگانتشون خدا خواهد امسال تربوزی گیگانت در زمینشون میکارن. تربوز تقریبا چند ساعت میکاره؟ ما 50 ساعت گیگان میکنیم خدا خواهد این تمام کریم اپگه خدا خواهد با گیگان سر میشد کاریدنش. کسانی که تربوز گیگانت تو حاضر کاریدگی هستید طرز افزایشی همون نهال های تربوز که در طرف های جنوب کارده ایستادید میتونید در واتساپ ما روی کنید ویدیو 1 دقیقی و رقم 92-3-1-91-82 ببینیم که افزایشی همین تربوز های گیگانت شما چگونه است یا که هر کسی که در بابای دهخان همین تخمی ها رو خریداری کرده است ببینیم که امسال آیا حاصلشان خوب میشه تجربه شدنش در کار برای اینکه همه مردم داند که این صفت اکاسید گیگانت چی باشد. سپانسر کانال ما نوار ما کی بود؟ عظیم جان از فرم اگراماتیک جمهوری ازبکستان. از فرم اگراماتیک جمهوری ازبکستان. من خیلی تخمی های برند هست دوستان. این نیست اوجه دیگه فروش من نیست اوجه همه وعده میتیم من وعده میستم سال گشت وعده بودن در وعده میستودن همین تربوز گیگان من 25 کیلو کار نشون میتیم 25 کیلو کم نه
انشالله خدا خواهد اول خدا آخر خدا 25 کیلو من تربوز گیگان شما برداشتین شما میتونم بولت روزه با خدا خواهد بعد 80 روز یا بسم الله الرحمن الرحیم کم تا شمال ما بابای کرده چیگو خلال وارد کرده شده انا همین گونه در دو طرفی سلفانه خوک می‌ریزم. اما خیلی با پرگی خوک می‌پوشونید که تا اینکه هوا نکشه. از من نشون میدم. همین گونه با پرگی یک طرفی همین سلفانه گویم پر از خوک می‌گنید تا اینکه هوا نکشه. فهم هم که خوک می‌ریزیم نه. هم که نه خوک. برای خوک برای چی گویم؟ این خوک اگر علف برای مثال 24 آدم می‌بینه کیلومترش علف هم برداشته شد. ما این خوک می‌پرتیم همین خوک دیده نفر پرتافت دیگه این طرف هوا این طرف میگذرد این طرف هوایی میگذرد علف بروندگی تیز میموره نمیده؟ و تربوز نمیموره در زیر این نه خدا خواهد انشالله اگر این تا 30 گرادوس طاقت میکنه 30 گرادوس جوجه شد برومد میموره برای همین شخصیتایی که نفت دیخونی همین زیر سلفان میشینونن چیکار کنن که تربوزهاشون یا که اومن همین نیهولهاشون نسوزن انوره گفت آدم ما بزنگ زد گفت تربوز بروندگی زیب زر شد باید چیکار کنن در این حالت؟ نه این حالت باید شما از زمین دور نروید خوب بروندگی چیر کردن گره ما باور میکنید باید طرف زمین مردیده چی خیلی خوب پرتفت کنه گرمی شدید به نیست نه های نه پایدوش شدیده نه همین باید شکوف شود هوا 25 گرادوس بالای باید شکوف شود یعنی که باید سلفان برید تا اینکه همون نیهول های تربوز یا اینکه خربوزی شما زرد نشوند نسوزن نه دیگه نمی شکوف کردیم هم همین شب شکوف کردیم سستیانش خیلی اکو برای ما همین چیزا طرز خوک پیچونش هم نشون میدادید همین نوار خوب میشه این خربوزی ما بریم سال وقتش نیست این خربوزی ما چند روز دیگه شنوندیم روز شنبه شنوندیم ما چند روز چند شنبه امروز یک شنبه 8 روز میشه ما میشنون دیگه نمیشه خوک پیش میکنید اگر زمینتون خوب باشه میکنید باید همین سلفان به همین یک بنده باشه نه که هم میکنه نه خوک
تمام یگو چی دیگه در کار نیستیم بر بهترین نه نه چه اینجا یک تاری برون جان ما یه خربوزی چمپیون یک تایشون دیگه این طرف همه طرف زمین 50 سوتیق همش یک تیشون دیگه یک تا دو تا سه تا سه تیزشون دیگه ما 200 نه یک تا نه من دوستو ما خدا خیر همون با سوال ها ما جواب گرفتیم نه کسانی که خربوزی بینید بهترین امیدوار هستم که حوصله فراوان از این چیز میگیرید خیر دوستا خدا حافظ اگه که کمی هم بود از تجربه ها برای شما گفتن بابای دهقان خدا خواهد تقریبا 10-15 روز پس خدا خواهد با اومده افزایش زمین چون میبینیم که چگونه است خدا خواهد تا وقتی حاصل بندی این زمین ما در همینجا هستیم طرزی چگونه از داروهای میپوشیدگی برای بیاره های خربوز و تربوز استفاده میشد این چیزا رو نیست خدا خواهد مرحله به مرحله برای شما نوار میکنم ان شاء الله اگر شما نیز دعاگو باشید دهقانای زور باشن تجربه دار دیا دهقانای زور باشن جمهوری خودمون تاجیکستان همه خربوزی بهات یندیا برام سو و این چه رنگش خیلی نزدیک ابر نشون ده رنگی باید رنگ خربوز هم خیلی باشه عظیمی میبرود باید هم خیلی رنگ باشه هم خیلی دوستا تجربهاتون خربوز ما شما خدا خواهد ما ایل رنگ سال گشت وعده دادی بیدم خربوزای میبینه 10 کیلو تا 15 کیلویه ان شاء الله هر دوستا تجربهاتون نویسید در کامنتاری ها ویدیو رو به یار دوستانتون فرستانید در کانال مهمان باشید آبونه شدن فراموش خدا نگهداری هر یک که شما بود